تلا نکوخی آی چطور میکنی؟ ما خدمت میاد تا خود رفته ای چانگا بی ای چی گپای نه تمام ما خدمت چشموتا کالون کشو ای نگاه کو یا دیدسی او کی کدای چانگا کسی کدای نکدای وظیفتا اجرا کو تست شب دوار ای بالا میاد مهمان میاد رزمان میاد خدا خود دای بالا میدونی توزه ای بالا تست سازا کو بیسار گپا کم کو بیسار گام میزنی که ما ایمه ترسم من نترسم خودم توزه کدام میگیرم همش تویجه را کدا بدم سهارا کم تشموندا دوار همش توزا کو تست امی دیتش توزه میگیرم من میرم اما دیگه خطیت زندگی نمیکنم میرم اما گفتم چی؟ میگم امیرا توزه کنم با میرم جو میری با میرم اما دیگه خطیت زندگی نمیکنم تمام ما بس دیگه خطیت زندگی ای همین روزی برام اما دیگه خطیت زندگی تمام ببینم الله تعالی خودت ای سرت مون عملاتم خونت ما گفتم خطیت دیگه زندگی نمیکنم تمام برای چی؟ چه برای چی دست بگی نخواب دست من نخواب میرم مرا بی ایجاد چو کدای تا کی زندگی نمیکنی چه چو کدای برای چی زندگی نمیکنی چی معقول نیست تا چی معقول است ای سر تو بگرم با کار کنم تو دبیره بگردی همین معقول میشه او آدملا تمام نمیکنم گفتم نمیکنم تو ارو هم یک کاری خونه قدیم از زندگی نمیکنی هو میرم تاچ نمیکنی نمیکنم انیق نمیکنی نقص فکر کن انیق نمیکنم ای براو نه که زانوات احتیاط کنم زانوات احتیاط کن زانوم احتیاط کنم اگه چی دخد من زانوم احتیاط کنم من برای کی با سر زانو زده پیش ما هم میایی مالش خواهی همسایه؟ یک گاو نیست همسایه جانی در مهمانداریتون صدقه گاو نیست مهمانداریتون با درجه اعلا رنگی مهمانخانه 5 ستاره دار هر دفعه که من تشنه موندم خونی خودت میبینم یه جا چای خورده دم میگیریم خواهی همسایه تست بیا آخر اون وقتا کم نماشیدین خودت میدونی که همسایه جان وقتکم کمه وقت ندارم ایست میرم کارکم بسیاره همین که وقت یافتم من خودم میدونم کجا بیام میبینم یه جا چای کوتاه میخریم دم میگیریم استراحت میکنیم زنده باشی گاو نیست همسایه جان خدا نگهدار رحمت معلش السلام علیکم نازی همسایه جان سلامتی خوبه رحمت خدا خدا همسایه همه صدای نور دادی بچه زنده باشی گاو نیست مال نازمونی من همسایه دخه گاو نیست مالش السلام علیکم السلام نازه همسایه جان سوزه سلامتی نازه گابای خمون ممکنه خونه تو مدرم یک پیاله چای نه ای چی ده موجه ای پشتی چای خریش ما صاحبی 4 کودک شیدم